قبل از اینکه دین اسلام وارد سرزمین ایران بشه، ارومیه از جمله مناطقی بوده که در زمره نواحی تحت امر اورارتوی در دوره باستان بوده. اورارتویی‌ها دارای اجداد مشترکی بین ارمنی‌ها و گرجی‌ها بودند و تا حدود 2100 سال یعنی 1500 سال قبل از میلاد و 600 سال پس از میلاد مسیح بر این مناطق حکمرانی می‌کردند. آذربایجان غربی با توجه به بقایای آثار تاریخی سرزمینی با قدمت بیش از 8000 ساله و با وجود مواجهه با فراز و نشیب‌های تاریخی گوناگون با دارا بودن آثار و بناهای مذهبی از جمله کلیساها، نماد و زبان گویای تعامل فرهنگی و زندگی مسالمت آمیز ادیان مختلف در پهنه گیتیه و اینجا کلیسای ننه مریم، دومین کلیسای قدیمی جهان. کلیسای ننه مریم میراث بجامانده از اقوام آشوریان ایرانه. بنا به گفته باستانشناسان این کلیسا دومین کلیسای قدیمی بعد از بیت اللحم فلسطینه. تاریخ غنی آذربایجان و میراث مهمی که در اون قرار داره همه ساله میزبان گردشگران فراوانی. قدمت نمای فعلی این بنای مذهبی به دوره آشوریان و با توجه به اظهارات باستانشناسان به دوران حکومت ساسانیان برمیگرده. اما این در حالی است که نویسندگان آشوری و مسیحی معتقدند که این کلیسا در بدو ساخت به عنوان آتشکده مورد استفاده قرار می گرفته و روزگاری از معروفترین معبدهای زرتشتیان محسوب می شده. اما زمانی که زرتشتیان دین مسیح را پذیرفتند، این بنای مذهبی تغییر کاربری داده و اون رو به کلیسا تبدیل کردند. سلام. کشیش دانیال در این بخش راهنمای من میشه. خوش اومدید. اومدم کلیساتون رو ببینم. خیلی خوش اومدید. خوش باشید. اینجا چی نوشته؟ 1944. اینجا به زبان آشوری نوشته که کلیسا توسط یک شخص به نام عیسی بیک در سال 1944 بازسازی شده. این در واقع آخرین شکل کلیساست که در واقع اجرا شد بعد از حمله عثمانی ها به ایران که اومدن کلیسا رو تخریب کردن. بعد اینکه آشوری ها برمیگردن به ارومیه سال 1944 شکل کلیسا رو به همین صورتی که امروز می‌بینید بازسازی کردن. ببینید اول باید تعظیم کرد. ببخشید من جلو میرم. اینجا هم باید خم شد. چقدر تنگه. البته این سبک رو بیشتر در کلیساهای ارومیه می‌بینید. اونم به این خاطره که زمانی که مغول‌ها به ایران حمله کردن و در واقع به قتل و کشتار مسیحی‌ها پرداختن، معمولا سعی می‌کردن با اسب‌ها و ادوات جنگی وارد کلیسا بشن و کلیسا تصمیم گرفت برای اینکه حد حرمت نشه به اون مکان مقدس و اونها به راحتی وارد نشن، معمولا ورودی‌ها رو کوچیک می‌گرفتن. طبق گفته مورخان احتمالاً این کلیسا دومین یا میتونه سومین کلیسای ساخته شده در جهان باشه. بله. و خب افتخار ما هم به این هستش که یک شاهزاده ایرانی، البته 3 تا شاهزاده ایرانی زمانی که میرن به بیت الله و مسیح رو میبینن برمیگردن به اینجا و راجع به این که این 3 نفر میان میرسن به اینجا اتفاق نظر هست، ولی اینکه فقط یکیشون فوت میکنه و اینجا دفن میشه در روایات آشوری به این شکل نوشته که یکی از اینها در اینجا دفن میشه و خب یک اتفاق خیلی بزرگ میتونه محسوب بشه. الان من دیوار رو میبینم، خب میبینم جایی تاق گذاشته شده، اما این ناموزونش، این شکستگی برای چیه؟ درست.
ببینید همونجور که عرض کردم کلیسا به خاطر قدمت 2000 سالش خب طی سالیان مختلف بازسازی شده. این ستون رو البته اونایی که در حرفه معماری هستن میگن این ستون بعداً به کلیسا اضافه شده که قطع به یقین زمانی که روس‌ها وارد ارومیه میشن قبل از جنگ جهانی اول کلیسای خودشون رو سقف این کلیسا درست میکنن. به همین خاطر باید کلیسا پایه‌های محکمی می‌داشته که بتونه این ستون اضافه می‌کنه. بله اونجا خب میشه در مورد محراب خورده برام توضیح بدید؟ محراب مهمترین جایگاه توی کلیساست که توی آیین مسیحیت بهش میگن قدس الاقداس که به نشانه آسمانه. به همین خاطر محراب رو فقط افرادی که درجه روحانی مسیحی دارن میتونن برن داخل و محراب معمولاً فقط برای روزهای یکشنبه باز میشه و برای مراسم عشاء ربانی استفاده میشه. یعنی یه روحانی غیر از روز یکشنبه نمیتونه محراب بره؟ چرا؟ معمولاً برای یه سری انجام یک سری نظافت‌ها و اینا میتونن وارد محراب بشن که امکان داره وسط هفته هم بیفته، یک عیدی باشه، یک یادبود خاصی باشه. یعنی من میتونم داخل محراب؟ شما جسارتا نمیتونید تشریف ببرید چون یک قانون کلیسایی هستش و ما هم تا امروز سعی کردیم که رعایت بکنیم. حتی اگر لباس شما رو بپوشید؟ حتی اگر لباس من رو بپوشید. اینجا شومینه است؟ خیر، اینجا معمولا اینجا کنده شده، از خاکش به عنوان تبرک استفاده میکنن. از خاک؟ افرادی که ایمان دارن به عنوان خاک مقدس استفاده میشه. اینجا هم یک در واقع یک سمت از محراب هستش که روحانیان نمیتونن از داخل صحن وارد محراب بشن. همینجا توی این اتاق لباساشون رو میپوشیدن، آماده میشدن و از این سمت وارد محراب میشن. اینجا هم محل پختن نان مقدس بوده. یه تنور خیلی کوچیکی هستش. نان اینجا پخته میشده. حتما این نان هم حتما باید توسط کشیش پخته بشه. کشیشا خیلی واردن. خیلی درسته. البته خب کشیشای اون زمان خیلی کارشون سخت بوده چون باید توی تنور این کار رو انجام میدادن و خب شما تصور کنید که اینجا آتیش هست و اینا. امروز ما یکم مدرن‌تر شدیم، حالا توی تاوه یا توی فر هم این کار رو انجام کارتون راحت‌تر. بله یکم راحت‌تر شده کارم. خوشحالم. درسته. اینم از در واقع مزایای تکنولوژی. درسته. و اینجا من قبر اینا همون قبر همون ستنه؟ خیر. اون فردی که اینجا دفن شده محل دفنش الان دقیقاً مشخص نیست. توی روایات بوده که سنگ قبرش تو کلیسا بوده ولی متاسفانه خب بر اثر مرور زمان احتمالاً دزدیده شده، برده شده، یا تحولاتی که انجام شده یا بازسازیایی که شده، تغییراتی که انجام شده. درسته. برده شده و اینجا نیست و مشخص نیست کجا دفن پس شده. این سنگ قبرها ولی این سنگ قبرها جدیدن. یعنی خیلی قدیمی نیستن. درسته. اگر حالا یک توضیح کوچیکی بخوام راجع بهشون بگم اینه که این سنگ قبر متعلق به یک اسقف هستش، اسقف ایلیا ابراهیمی. ایشون سراسقف منطقه بودن و سال 1928 فوت کردن که تصویرشون هم میتونید ببینید. ایشون البته زمانی که ارتدوکس ها وارد ارومیه میشن، یعنی 92 سال قبل تغییر مذهب میدن و در واقع کلیسای ارتدوکس رو میپذیرن به عنوان کلیسا و ایمان مسیحیشون. ولی این یکی سنگ قبر که شاید خیلی مشخص نیست و داخل ساختمان کلیساست، متعلق به یک اسقف هست به نام اسقف یوحنا. اسقف یوحنا. اسم ایشون رو توی کتاب مشاهیر ایران میتونید پیدا کنید چون ایشون اولین ایرانی بودن که پا به قاره آمریکا گذاشت. یعنی اولین ایرانی. یعنی چند سال قبل؟ این ببینید ایشون سال 1864 فوت کردن. ببخشید 1874 فوت کردن. و خب قبل این تاریخ ایشون میرن به آمریکا، اونجا میمونن، زبان انگلیسی رو یاد میگیرن، بعدش برمیگردن به ارومیه و تو روستای محل زندگیشون یک سری کلاس‌های زبان انگلیسی برگزار میکنن. به همین خاطر میتونید ببینید که قسمت بالای سنگ نامشون هم به انگلیسی نوشته شده. آذربایجان غربی سرزمین احترام به ادیان، باورها و آیین‌های گوناگون و در برگیرنده آثار و بقایای تاریخی از زرتشت، نخستین آیین یکتاپرستی جهان، تا مسیحیت و اسلامه و همکنون نیز با گذشت هزاران سال در تضارب اندیشه‌ها، تعامل ادیان و مذاهب نقش محوری ایفا می‌کنه. در محله مهدالقلم ارومیه به راحتی میشه تفاهم و همزیستی ادیان متعدد رو لمس کرد. مسجد، کلیسای کاتولیک
کلیسای ارامنه. در کنار هم من با آقای ادیک مجنونی خیر ایرانی ارمنی دیدار می کنم که آرامش و سعادت خودش رو در انسان دوستی یافته. من بعد اینکه پسرم شهید شد روحش شد. با خانومم نشستم صحبت کردم، دیدم که هیچی با خودمون نمیتونیم ببریم. به اون فکر افتادم که ما درآمدمون رو به ساخت مدارس، کلیسا و راه و کمک به خانواده های بی‌بضاعت انجام بدیم و همون راه هم الان ادامه میدیم و بچه‌هام هم که 2 تا دختر و 1 پسر دارم همون راه هم منو ادامه میکنم. پیرو راه شما شده؟ بله. الان پسرم یه مدرسه 12 کلاسه تیزهوشان ساخته. کلنگ‌زنی شده، فونداسیونش رو ریختن، در دست ساخته. درود برایشون. خوشا به سعادتش که این لذت رو میبره. پس در اصل جرقه رو شهید زده برای شما. بله. اسم شهیدتون؟ ساکو مجنونیان. بله، ساکو مجنونیان که اسمشو گذاشتیم همون پسر دوم. چه سالی شهید شد؟ 65. حالا در زمانی که شما این عمل خیر رو انجام میدید، بله، پاداشی هم توقع داری از خداوند؟ سلامتی و آرامش تو زندگیمون بزرگترین سرمایه. بله.